چی شد؟ اصلا چرا من این تصمیم رو گرفتم که از اونجا فهمیدم که این راهی که دارم پیش میرم اصلا آسون نیست. کاملا در جریان این موضوع بودم. سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. به یه ویدیو دیگه از کانال دیبا قصری خیلی خوش اومدین. احتمالا خیلیاتون 3 تا پستی که توی پیج اینستاگرامم دیبا قصری گذاشتم، اگه فالو ندارین حتما فالو کنین، گذاشتم، دیدین که چه اتفاقی برام افتادش و اینکه خب تصمیم گرفتم که به آلمان مهاجرت کنم و بعد از 1 هفته برگشتم و قول این ویدیو رو بهتون داده بودم که بیام مفصل در مورد اینکه آقا چرا، چی شد و میخوام برگردم و برگشتم باهاتون صحبت کنم. این روزا خیلی میشنویم که دوستامون مهاجرت میکنن، خانواده ها مهاجرت میکنن و خب منم یکی از اون افرادی بودم که تصمیم گرفتم که مهاجرت بکنم و خب منم خیلی نمونه های موفق آدمایی که مهاجرت کردن رو دیده بودم و به شخص من تا حالا اونجوری نشیده بودم که بگم کسی برگشته و شاید مثلا برگشته بودن ولی نمیگفتن. برای همین من وقتی برگشتم تصمیم گرفتم جز اولین کسایی باشم که بیام در مورد این موضوع صحبت کنم و حتی اگه یه ذرم شده یه کمک کوچولو بتونم به کسایی که چه راه مهاجرت رو پیش میخوان ببرن، چه اونایی که تو ایران میخوان بمونن، بهشون یه کمکی بکنم. توی پستای اینستا دیده بودین که من 2 آبان رفتم شهر کلن تو آلمان و دیگه گفتم اوکی میرم زندگیمو میسازم و حسابی برم موفق شم و میدونستم که قرار خیلی سختی بکشم. خلاصه منم جز یکی از اون آدمایی بودم که تصمیم گرفتم مهاجرت کنم و این اتفاق تقریبا میشه گفت از اسفند ماه افتاد که من دیگه با قاطعیت باید آزمون آیلتس رو ثبت نام میکردم. ویزای دانشجویی گرفتم. گفتم که اوکی برنامه رو این گذاشتم که برم آلمان و همونطور که پیش رفت توی پستم خیلی گفتم، روز 3 بود که تصمیم گرفتم برگردم و میخوام بهتون بگم که چی شد، اصلا چرا من این تصمیم گرفتم که برگردم. اینم بهتون بگم که حتما ته این ویدیو رو ببینین. من دلایلمو بهتون میگم ولی در نهایت این جنبندی آخری که میکنم میتونه واقعا براتون مفید باشه. حالا اینا نظر و تجربیاتم، شما اصلا خیلی ممکنه توشون اشتراک داشته باشین. خب بریم سراغ دلایل من برای اینکه روز 3 مثلا چی شد، چرا تصمیم گرفتم که از آلمان برگردم ایران. وقتی کسی مهاجرت میکنه یا حالا هر تصمیمی تو زندگیش میگیره، یه تصمیم میگیره که شرایطش از اینجایی که از حداقل یه ذره بره بالاتر و یه پیشرفتی توی زندگیش بکنه. منم آلمان یا حالا تحصیل یا مهاجرت به کشور دیگر رو برای این انتخاب کردم که توی دانشگاه‌های بهتر، انگلیسی زبان یا همچین کشور خوبی بخوام زندگی بکنم و بخوام خب پیشرفت کنم، یه زندگی خیلی بهتری داشته باشم. قطعاً میدونستم که قرار کلی سختی بکشم و اصلا راه آسونی نیست. خود پروسه مهاجرت و اپلای یکی از سخت‌ترین پروسه ها بود و من از اونجا فهمیدم که این راهی که دارم پیش میرم اصلا آسون نیست. کاملا در جریان این موضوع بودم و استوریا و این پستای افرادی که مهاجرت کردن به آلمان رو هم میدیدم و دنبال میکردم و میدونستم که جریان از این قراره که قراره خیلی سختی بکشم. حالا مخصوصا اولش زندگی مستقلانه است دیگه، خونه مامان بابات نیستی. همه اینا رو میدونستم و با اینها تصمیم گرفتم که برم. تو ذهنم این بود که اوکی من شرایطی که الان دارم رو میخوام به یه شرایط خیلی مطلوب تری تبدیل بکنم و به نظر من یکی از دلایلی که اینجا اشکال داشت این بودش که من از زندگی خودم تو ایران ازش راضی بودم. تقریبا میشه گفت که اوکی ام با شرایطی که دارم. حالا آلودگی هوا هست، همه اینا که بود، دلایلم برای مهاجرت خیلی قوی نبود. یعنی گفتم اوکی میرم اونجا درس میخونم، یه کشور خارجیه، قطعا دانشگاهش مثلا میتونه از ما بهتر باشه و خب گفتم که اوکی میرم. من تصمیم گرفتم، سبک سنگین کردم. یه سری دلایل داشتم که اوکی مثلا خانواده‌مو اینجا از دست میدم، دوستامو از دست میدم، خوشگذرونیام خیلی
کم میشه، حالا حداقل اولش، ولی عوضش میرم آلمان که حالا پیشرفت میکنم، زندگی بهتری دارم از لحاظ اجتماعی، از هر لحاظ دیگه‌ای. و میدونی این سبک سنگینه رو انجام دادم و همه بهم گفته بودن و خودم هم میدونستم که وقتی برم اونجا قرار اولش برام به شدت سخت باشه و حداقل یه سال اول همه میگفتن که یا حداقل 6 ماه تا یه سال اصلا تصمیم نگیر که برگردی یا نه. و من اصلا راستش واقعا وقتی داشتم میرفتم هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینقدر زود بخوام برگردم و گفتم نه، نهایتا درسمو تمام میکنم بعد برمیگردم. ولی دقیقا من همون جمله که توی پست اینستام گفتم، داستان من کلا همونه. من جملهشو بهتون گفتم، اما گفتم توی این پست بیام، توی این ویدیو بیام کامل براتون باز کنم داستان. ببینین من شرایطی که توی ایران داشتم و دارم یه شرایطی اوکی، من خودم باهاش اوکیم، ولی وقتی رفتم آلمان فکر میکردم در آینده یا حداقل 3-4 سال آینده این شرایط برام بهتر بشه. ولی چیزی که من دیدم این بود که من چیزایی که توی ایران داشتم ارزشش خیلی بیشتر از چیزایی بود که توی آلمان قرار بود به دست بیارن. خیلیاتون میگی یه هفته بودی یا هر چیزی، ولی یه چیزی بود که من تجربهش کردم. یعنی میدونی تا واقعا به نظر من تجربه نکنین متوجه نمیشین من منظورم چیه. بحث این نبود که اصلا نشه یا من نتونستم. من روز سوم دیگه نخواستم که اصلا آلمان بمونم و یه چیزی بود که واقعا تا تجربهش نمی کردم اصلا متوجهش نمی شدم و واقعا باید تجربهش می کردم تا متوجه می شدم که اصلا من آدم مهاجرت نیستم و این شرایطی که میخوام شرایط مطلوب من نیست. من دقیقا وقتی میخواستم مهاجرت بکنم یکی از کسایی که حالا بلاگر بود توی اینستاگرام این استوری رو دقیقا گذاشت و همین جمله رو گفته بود که این یه تایم برگشته بود ایران و دوباره داشت میرفت آلمان و خب باز تو آلمان مشغول بود، فکر کنم 4-5 سالی هست حداقل تو آلمان باشه و گفت ببینین من نمیگم مهاجرت خوبه یا بده، فقط ببینین ارزش چیزایی که تو ایران دارین به چیزایی که دارین اونجا به دست میارین اینا دقیقاً به هم میارزن یا نه. یعنی شما چیزایی که قرار توی آلمان به دست بیارین میارزه به چیزایی که داشتین یا نه. برای من دقیقاً این برعکس بود. ولی وقتی تو پروسه مهاجرتی وقتی کسی بهت میگه که نه مثلا شاید خوب نباشه، شاید نتونی، خیلی واقعا توجه نمی کنی. منم خودم گذاشتم جز دسته کسایی که میتونن تحمل کنن یا مثلا گفتم که اوکی حالا خانواده‌مو از دست میدم ولی میرم اونجا یه چیز بهتر به دست میارم. ولی برای من این صدق نمیکرد. و پی همین مورد اول، مورد دوم دلیلی که خیلی برای من واقعا مهم بود وابستگی من به خانوادم بود. خب نمیدونم چقدر منو میشناسین ولی من کلا خیلی آدم خوشگذرونیم و اینجوریه که پنجشنبه جمعه آخر هر هفته بلا استثنا یا ما سمت خانواده مادریم یا سمت خانواده پدریم و اگه جایی نباشیم خودمون میریم بیرون حتما. و من کلا با خانواده خیلی بهم خوش میگذره، برعکس خیلی از بچه‌ها که حالا ممکنه مثلا خوششون نیاد، ولی من کلا یه آدمیم که مهمونیای خانوادگی به شدت بهم خوش میگذره و کلا با خانواده 4 نفره خودمون و همینطور خانواده بزرگتر خیلی بهم خوش میگذره و واقعا تک تکشون رو دوست دارم. برای همین این خیلی کار منو سخت کرد و میدونستم قرار از دستشون بدم، ولی برای من انگار مهمتر از چیزی بود که فکر میکردم و میگم تا تجربهش نکنید متوجه نمیشید من دقیقا دارم چی میگم. واقعا روزی که زنگ زدم به مامانم بهش گفتم که واقعا ارزش چیزایی که داشتم برای من به شخص بیشتر از چیزی بود که اونجا قرار بود تجربه بکنم. برام در واقع مهمتر بود، اولویت
بندی که برای من داشت خیلی بیشتر بود. اینم بگم که من هیچ فامیلی توی کشور آلمان نداشتم و اینم میتونست به نظر من خیلی تاثیر داشته باشه. شاید اگه دایی، خاله، عمه، عموی کسی آدم توی کشور دیگه داشته باشه شرایط مهاجرتش یه ذره آسون‌تر باشه و خب یه ذره دلگرم‌تری که خب یکی از فامیلات تو اون کشور یا اون شهری که هستی هستن. ولی خدا رو شکر و خیلی خوشحالم که خواهر نیلوفر نصرانجون آلمان بود، پیشمون بود و واقعا دمش گرم، چیزی نمیتونم بگم. خیلی زحمت کشیدن و واقعا خوشحالم که نصرانجون بود. از همینجا واقعا از نصرانجون تشکر میکنم. امیدوارم که هر جا از موفق باشه. یه مشکل دیگه بود که من رشته‌ای که قبول شده بودم و خیلی دوست نداشتم و این اصلا انگیزه تو من ایجاد نمی‌کرد که توی آلمان بمونم که بگم اوکی حالا درستو بخون بعد برگرد. و با چند نفرم که صحبت کرده بودم توی ایران میدونستم که عوض کردن رشته اونجا خیلی سخت نیست. ولی وقتی با یکی از آلمانی‌ها صحبت کردم که اونجا بودم متوجه شدم که یه ذره شرایط پیچیده تره. ظاهرا باید از اون رشته خودمون انصراف میدادم و دوباره اپلای میکردم و من همش به این فکر میکردم که من اگه بخوام شهرم رو عوض کنم واقعا انگار مهاجرت دوم انجام دادم و واقعا برام سخت میشد. میدونین این که به رشته علاقه نداشته باشی مهم بود. اینم یه دلیل دیگه هم بود که حداقل اون اشتیاق موندن توی آلمان رو نداشت. راستی شاید خیلی سوال باشه براتون زبان آلمانی. من با آیلتس رفتم و زبان درسم انگلیسی بود. برای همین نیازی زبان آلمانی نداشتم، اما برای روزمره و حالا که در آینده میخواستم سر کار برم زبان آلمانی رو تا به 1 ادامه دادم و به 1 رو تموم کردم. و من خیلی شنیده بودم که میری اونجا خیلی باید زبان بخونی یا مثلا خیلی سختت میشه اگه زبان بلد نباشی و اینا. ولی حداقل شهری که من بودم توش کلن شهری بود که به نظرم مهاجر زیاد داشت و خب اون قسمتی از شهرم که بیشتر ما زندگی میکردیم دانشجویی بود. در نتیجه من خدا رو شکر هیچ مشکلی توی زبان نداشتم و انگلیسی که مشکلی نبود اصلا و من خودم سعی کردم آلمانی صحبت کنم که هم اونا حس بهتری راجع به من داشته باشن، همین که خب یه جور تمرین بود دیگه، واقعا تو محیط قرار میگیری و اونا خیلی به نظرم من خوب برخورد میکردن و اینجوری بود که کلا میفهمیدیم چی میگن، هم من هم نیلوفر و کلا اوضاع خوب بود. خلاصه خیالتون رو راحت کنم که حداقل توی این شهری که من بودم کلن اگه رفتین خیالتون راحت، از نظر زبانی به هیچ مشکلی نمیخورین و حالا من که نخوردم و حتی استوریم که گذاشتم گم شده بودم توی آلمان، واقعا زبان آلمانی و انگلیسی هر دوش بهم کمک کرد و من راه خونه پیدا کردم. به نظر من با انگلیسی هم حتی میشد زندگی کرد. البته خب توی فروشگاه هاشون که مسئولین میخوای ازشون مثلا بپرسی فلان چیز کجاست، خودت راحت تری اگه این آلمانی بپرسی و اونا نهایتا آلمانی بهت جواب بدن و تو اگه نفهمیدی اونا مثلا با انگلیسی میپرسی و اونا خب خلاصه بهت خیلی کمک میکردن، برخلاف اینکه من فکر کردم خیلی آدمای خشکی باشن، ولی حداقل اون محله و اون شهری که ما بودیم نسبتا آدمای خوبی بودن. راستی یکی از دلایل دیگه که یادم رفت بگم آب و هوا بود. شاید باورتون نشه من خب آب و هواشم طبق معمول آدم سرچ میکنه قبل اینکه بره، ولی انقدر آب و هواش رو من تاثیر گذاشت که اصلا فکرشو نمیکردم. میدونستم که قراره سرد باشه، بارونی باشه، ولی تاثیر خیلی زیادی رو من گذاشت و اون تایمم که ما رفتیم شروع سرماش بود قشنگ، یعنی ما 2 آبان که رسیدیم با کاپشن اصلا خیلی سرد بود. حالا الان که حسابی سردترم شده. اینا یه ذره تو آلمان متفاوت تر بود، مثلا 8 تا 9 فکر کنم آفتاب طلوع میکرد. برای همین یه ذره اینا واقعا همش دست به دست هم داد، این همه دلیل که حالا من این تصمیم رو بگیرم که بخوام برگردم. و در نهایت من یه عالمه دلیل گفتم بهتون، ممکنه با خیلیشون موافق باشین، ممکنه با خیلیشون موافق نباشین، خیلیشون اصلا شرایط شما باشه، ولی اصلش که بخوام بهتون بگم این بود که من به شخصا دلایلم برای اینکه به آلمان مهاجرت کنم خیلی کم بود و میشه گفتش که حتی ضعیف بود. یعنی دلایلم برای موندن توی ایران بیشتر از دلایلم برای خروج از ایران بود. برای همین شد که تصمیم گرفتم برگردم و
واقعا خوشحالم که این تصمیم رو گرفتم. و مهمترین نکته که میخوام بگم دو تا نکته مهم دارم. یکی این که آقا همه کل مهاجرت بستگی به دو تا چیز داره، یکی شخصیت شما، یکی شرایط شما. و واقعا مهاجرت برای هر کسی متفاوت میتونه باشه. برای من میتونه مفید نباشه و یکی دیگه میتونه خیلی مفید باشه. و من اصلا نمیگم که مهاجرت بکنید، مهاجرت نکنید، فقط همون حرفی که توی پیج اینستام زدم، ببینید که چیزایی که اینجا دارید از دست میدید ارزشش بیشتر از چیزایی نباشه که اونجا دارید به دست میارین. چون برای من کاملا این برعکس بود و اینم بگم که خیلی خیلی خوشحالم که این تجربه رو کسب کردم که به کشور آلمان رفتم و به مامانم داشتم میگفتم مامان بابا خیلی ممنون که گذاشتین من به کشور آلمان برم و حالا مهاجرت بکنم و خودم متوجه بشم که اوکی نیستم برای این شرایط و حالا تصمیمم نمیشه گفت اشتباه ولی تصمیم خوبی برای من نبوده. و خب یکی از چیزایی که خیلی ازم میپرسید این که هنوز پشیمون نشدی، ناراحت نیستی برگردی فلان، ولی باور کنید من خیلی خیلی خوشحالم از اینکه برگشتم و این شانس رو داشتم که برگشتم و خانوادم خیلی حمایتم کردن. یعنی شاید اگه حمایت خانوادم نبود منم نمیتونستم برگردم. توی دایرکت های من حالا براتون نمونه‌اش استوری میذارم، خیلی ها هستن که میخوان برگردن ولی یا خانوادهشون نمیذارن یا دیگه یا دیگه راهی ندارن برای برگشت به ایران. هر روز که میگذره بیشتر مطمئن میشم که واقعا چقدر تصمیم درستی گرفتم و الان واقعا قدردان تک تک لحظاتی هستم که توی این شرایط زندگی میکنم، حالا پیش خانوادم هستم و حالا توی این آرامشی که الان دارم هستم. بازم میگم خیلی بستگی داره به شخصیت و شرایط شما. امیدوارم که هر کسی که چه تو پروسه مهاجرته چه توی ایرانه خیلی خیلی موفق باشن، آرامش داشته باشن، حال دلشون خوب باشه و دیگه یه آینده خیلی خیلی خوب در انتظارشون باشه. از پایان این ویدیو اگه دوست داشتین ممنون میشم لایکش کنید، برای دوستاتون بفرستین و یادتون نره که سابسکرایب کنید، این زنگوله رو بزنین که آماده باشین برای ویدیوهای بعدی. تا ویدیوهای بعدی فعلا، راستی ویدیوهای بعدیمون در مورد مراحل مهاجرت و دارالترجمه و اینا.